دنباش هسکرین سینمایی درباره علی فیلم کج ایرانیه کجا آلی در هنر ایرانی آشکار فهراتی و هاتیه چیکرن. فیلم دو سال 2009 دا هاتیه چیکرن. درباره علی وک برهمه که درام و راگشی در که و پیش شد. دو تا کلمه دومی کلمه دومیش بگو ما دی چیروکا فیلمی دا هنک هوال بطانه داوی هاوتی دا کم دبنه مالک پراوی کم دبنه مالک لبر بهرا هزاره. چیکار کنیم؟ رای بگیریم دیگه. بگیر. علی خانم شما چی میگید؟ تمیز کردنش با من. خب تو چی شوره؟ او حوالانه وقتی خوابی کیف خوش در بازی کن لیبالی بویرین ریزار ایکو دا دما بطانه دا تقاومن دیکیلی بالکش آشکرا دیکن. دوی فیلمی دا دناو رخنگیرین سینمایی جهان دا در هنری آشکار فهراتی و نویساندن سناریویی و به تایبتی خاتمه کندن. فیلم تکیلی مروواهی و پیوان جواکی دنرخینه ده همان دمیدا آواهی جواکی و چاندی یا ایران جی نشان بده. او فیلم وکه برهمه که گرینگ از سینما ایران دیدیتن و لجهان تی ناس کرن. درباره علی دو فستیوال ناونتوی و مراسم خلطداین دا سرکتنک مزن به دستخستیه و هیزا سینما ایران لقادا ناونتوی نشان بده. مجار سرکه فیلم اباوت علی دی یک جی دیالوگ سرکه فیلم دا به زرالیت تا دیار کرن. تمام فیلمی به دوی کاراکتر سرکه احمد و هده گوتن داوی خراب جبهیویتیا بداوی چیتره. خب یعنی چی؟ یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. احمد به گوتنه تمام فیلم جی کرد دینیتا زمان. بله سپاس بو گدار کنه و دنباش هسکرین سینمایی.